سلام دوستان، امروز میخوام دانستنی‌ها و حقایق جالبی از هواپیماها و خطوط هوایی بهتون بگم. از خلبان‌ها شروع میکنیم. خلبان‌ها یک چکش اضطراری در اختیار دارند که از اون میتونن در مواقع خطر برای باز کردن درب‌های کابین در هنگام آتش سوزی و یا شکستن پنجره استفاده کنند. خلبان‌ها در زمان پرواز از اختیارات به خصوصی برخوردارند، چرا که مسئولیت هواپیما بر عهده آنهاست. کاپیتان بیشترین قدرت رو داره و حتی اگه لازم ببینه میتونه مسافرها رو دستگیر کنه. به ازای هر 50 نفر مسافر باید یک میهماندار در هواپیما وجود داشته باشه. حد و نصاب قد برای مهماندارهای خانم 157 و برای آقایون 165 سانتی متر. حد و نصاب قد برای مهماندارا به این دلیله که اونا بتونن به ابزار ایمنی که در قفسه های بالایی هواپیما هستش دسترسی داشته باشن. بدن یک مسافر هواپیما در یک پرواز 3 ساعته حدود 5 لیتر آب از دست میده. دلیل خاموش شدن چراغ‌های هواپیما هنگام برخاستن و فرود اومدن اینه که چشماتون خودشون رو با سطح پایین‌تر روشنایی تنظیم کنن، چون مطالعات نشون داده که اگر تصادفی اتفاق بیفته و نیاز به خروج اضطراری با استفاده از سرسره‌های تخلیه باشه، شما بهتر می‌بینین و با سرعت و امنیت بیشتری هواپیما رو تخلیه می‌کنین. اشیایی که مسافران میتونن به عنوان بار دستی رایگان در داخل هواپیما حمل کنن اینا هستن: صندلی چرخدار بیمار، گهواره کوچک دستی کودک، یک دوربین شکاری و یک دوربین عکاسی، مقدار مناسبی مجله و یا کتاب، یک عدد کیف دستی زنانه، یک چتر یا عصا، یک پالتو، شال و یا پتو. دوستان، اگه تا اینجا از ویدیومون خوشتون اومده لطفاً لایک کنین و تا آخر با ما باشید. یک نکته جالب آخر ویدیو هست که مطمئنم با شنیدنش خیلی تعجب میکنید. شاید در بعضی هواپیماها مثلث کوچک سیاه رنگی در کنار پنجره ها دیده باشید. میدونید اینا برای چیه؟ این مثلث‌ها نقاطی رو نشون میدن که بالهای هواپیما از اونجا بهتر دیده میشه و اینم برای اینه که در مواقع اضطراری خلبان‌ها بتونند از اون نقاط بالهای هواپیما رو بهتر بررسی کنند. میدونین چرا هواپیماها اکثرا سفید رنگ هستن؟ دلیل اولش اینه که منعکس کردن گرماست. رنگ سفید گرمای کمتری رو ذخیره میکنه و از نظر اقتصادی هم منفعت بیشتری برای خطوط هوایی داره. و دلیل دوم، رنگ سفید از رنگ‌های دیگه ارزان‌تره و دلیل دیگهش اینه که جلوگیری میکنه از برخورد پرندگان به هواپیما به خاطر بهتر دیده شدنش. بزرگترین هواپیمای دنیا ایرباس 380 هستش که طول اون 73 متر و ارتفاع اون 24 متر و عرض بالهای اون حدود 80 متره. این هواپیما ظرفیت حمل 555 مسافر رو داره. شلوغ‌ترین فرودگاه دنیا فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد جکسون در آتلانتای آمریکاست که به ازای هر 37 ثانیه یک هواپیما در این فرودگاه نشست و برخاست میکنه. در سال 1987 یک خط هوایی آمریکا با برداشتن یک زیتون از هر سالاد حدود $40,000 صرفه‌جویی کرد. KLM قدیمی ترین خط هوایی دنیاست که در سال 1919 تأسیس شد، یعنی حدود 100 سال پیش. نکته جالب آخر این که در سال 2001 فروشگاه معاف از مالیات فرودگاه دبی 1,570,214 کارتن سیگار، 2,909 کیلوگرم طلا، 101,824 ساعت، 690,502 شیشه عطر و 52,119 گوشی موبایل فروخت. دوستان، با سپاس از اینکه تو این ویدیو همراه ما بودین. سابسکرایب کانالمون یادتون نره و زنگوله هم فشار بدید تا در ویدیوهای بعدی کانال با هم باشیم. ممنون از همراهیتون.